اگه میخوای یک کیک یزدی خوب و با تمام فوت و فنش یاد بگیری با کانال تایم آشپزی همراه باش. تخم مرغ، وانیل، هل و شکر رو داخل ظرف همزن بریزید و هم بزنید تا زمانی که به غلظت داخل تصویر برسه. زمانی که به این غلظت رسید، شربت بار، شیر، روغن مایع رو به مواد تخم مرغتون اضافه کنید و هم بزنید در حدی که یک دست و یک نواخت بشه. آردمون رو که از قبل 3 بار علک کردیم و کاملا هوادهی شده رو با بیکینگ پودر مخلوط میکنیم و طی 2 مرحله با مواد تخم مرغمون مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. میتونید این کارو مثل من با ویسک دستی انجام بدید و یا با سری همزنتون انجام بدید و با دور کند آردتون رو با مواد تخم مرغیتون مخلوط کنید. موادمون که یک دست شد و به غلظت داخل تصویر رسید، ظرفتون رو دورگیری کنید و از موادتون بردارید و داخل قیف بریزید. نوک قیف رو قیچی کنید و موادتون رو داخل کپسول کیک یزدی پاک کنید. توجه داشته باشید که 2/3 فضای کپسول با مواد کیک یزدی پر بشه. وقتی کپسولامون پر شدن میتونید با کنجد یا پسته خرد شده روی کیک یزدیاتون بریزید و در فر 170 درجه به مدت 12 تا 15 دقیقه بپزید. کیک یزدی بی‌نظیر شما آماده است. نوش جان.